خیلی آقا عشقای من، حالتون چطوره؟ من امیر موربیوسم و خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من. از اونجایی که بعد از کلی فعالیت کردن داخل اینستاگرام و به درخواست شما و حالا یه سری از رفقا قرار از همین طریق کلا کانال یوتیوب من راه اندازی بشه و یه سری ویدیوهای آموزشی و فان و گیم پلی های سطح داخل اینجا آپلود بشه. توی اولین ویدیو اومدم که یه معرفی کامل از خودم، رونمایی از اکانت و اینکه اصلا موربیوس کیه رو کلا بهتون توضیح بدم. خالیوهای عزیز، اسمم که امیر محمد، متولد شهر قزوینم. دی همه میدانن من قزوینیم. دی نمیخوام دی از این به بعد تو ویدیو قرارتون قزوینی حرف بزنم. سنمو که دی همه میدونن، 18 سالمه، 86 ام و اینکه کلا داخل لایوهای اینستاگرام زیاد مثلا راجع به اینجور چیزا صحبت کردم و همه بیشتریا میدونن. زمان فعالیت من از همین تاریخیه که روی صفحه میبینید. این اولین پیجم بود که اون موقع اسکرین شات گرفتم. کلا یه جوری بود که نه اکسپلور میرفت و نه چیزی. همین فالوورای خودم داشتم، 200-300 تا بودش. بعد اون 7-8 تا پیج دیگه زدم، زیاد رشد نمی‌کرد تا رسیدم به پیجی که همین الان دارمش و حالا یه ویوهای خوبی گرفتم و به لطف شما اشکا و همین الان که دارم صحبت میکنم 37 و خورده‌ای هستیم. مرسی بابت حمایتتون، اشکای دل منی. دیوایسی که روش دارم پلی میدم دیوایس آیپد 2022 پرو 128 گیگه که 4 سالی که دارم روش پلی میدم. کلا بدون کولپد پلی دادم و نزدیک به 4 بار لیدربورد آلکاتراز گرفتم و نزدیک به 12-13 تا لیدربورد گان گرفتم و خیلی اصلا کلا دهن آیپد رو سرویس کردم. از تویی که تا همین جای ویدیو رو دیدی ازت میخوام که یه سابسکرایب برام بزنی، یه لایک برام بزنی. میگن که رو اینجور چیزا تاثیر داره وایرال شدن ویدیو اینا. من بلد نیستم راستیتش، از یوتیوب زیاد سر در نمیارم ولی اینستا رو باز بلدترم. از تویی که داری این ویدیو رو میبینی میخوام که یه سابسکرایب کنی، یه لایک بزنی، یه کامنت بذاری، به هموطنت حمایت کنی. یوتیوب کلا با اینستاگرام فرق میکنه. اینجا به زندگی من بستگی داره. کلی قراره اینجا خوش بگذره. یوتیوب اینجا تموم بشه بلاگری و یوتیوبرای مثل حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، نمیخوام اسم ببرم، مثل اونطوری ویدیو شروع میکنیم به گذاشتن، چنل ولاگ میزنیم و این حرفا. پس یه انرژی بمب بهم از همین اولش بدید که انرژی برای اونجور جاها داشته باشم. خب آقا، آخرین سوالی که میخوام بهش بپردازم این که اسم موربیوس از کجا اومد. آقا این که اصلا اسم یه فیلمه، یه سری شخصیت و بازیکن داره که توش بازی میکنن و مربوط به خوناشامی و ایناست. میدونی بس اون بچه سال بازیه نیست که بگه خوناشامه برم بذارم بتمن بند، نه اینا نیستش. یه داستان خیلی کوچیکی داره که من اصلا تو ویدیو نباید بگم، بالاخره مصاحبه ای چیزی میشه باید آدم گفت، ولی خب من دوست دارم که بگم اینجا جاش برسه. به لطف شما، اول به لطف خدا بعد به لطف شما، شاید اون جوجه هم آدم دعوت شد و یه بار دیگه اونجا آدم بهش میپردازه. یه شب سرد و تاریک داخل روستامون بودیم و بعد تصمیم گرفتیم یه فیلم دانلود کنیم ببینیم که حالا زیاد میدونید که خود روستا زیاد آنتن و نت و اینجور چیزام نداره. من یه فیلم از قبل دانلود کرده بودم به نام موربیوس. من اینو گذاشتم دیدم مثلا اولا که موربیوس نمون، مثلا من گفتم موربوس چی از این اسمای چرت پرت اسما فلان. آقا ما اینو دیدیم داخل روستای ما، یه قبرستونیه، یه خورده مثلا روستای دیگه، همه خونه ها نزدیک به هم. ما رفتیم نزدیک به این خونه بودیم و رفتیم تو حیاط این فیلم رو دیدیم. رفتیم سمت قبرستون و اینا، یه خورده فیلمو کامل تموم شدش. رفتیم سمت قبرستون و اینا، یه سری اتفاقات افتاد. حالا نمیخوام زیاد بازش کنم، فقط در همین حد بگم که چه کجا این اسم انتخاب شد. یه سری اتفاقات اونجا افتاد که من دیگه گفتم آقا اینطوری شده، لقب مثلا یا همون اسم گیمینگ هم نداشتیم و اینا، گفتم بیام همین اسمو بذارم همچین چیزی و کلا سرمنشأش از اینجا شکل گرفتش و اسم بیبندوباری هم نیستش به نظر خود من. اگه اسم بیبندوباری بود تا الان 10 بار عوضش میکردم و اینکه این دیگه نظر شما مهمه. واسه همین که مثلا اسم موربیوس اوکیه، بد زشته، حالا هر چیزی هست. من زیاد حالا ویدیو اینا زیاد میذارم، چرا؟ چون حالا یه خورده بیکار میکار باشه آدم و کلی ویدیو درست میکنه میذاره اتچمنت فلان میذاره. اینجا دیگه مثل اینستاگرام نیست، اینجا قشنگ اتچمنت رو به صورت فول بهتون نشون میدیم. مثلا هر سیزن آپدیت های سیزن که میاد بهتون مثلا میگم چی به چیه فلانه، چه توی آپدیت جدید قراره چه گانایی به بازی اضافه بشه، چه چیزایی باید بیاد. بعضی موقع آدم گردونه فول میکنه میاره میذاره که لذت ببرید و اینکه کلا اگه کنارم دیگه باشین واقعا به نظر من پیشرفت میکنین. از اینجا به بعد ویدیو رو من دیگه رو این ویدیو صحبت نمیکنم. از گیم پلی لذت ببرید. 100% نظراتتون رو داخل کامنت ها بنویسید. هر ویدیویی که دوست داشتید داخل همین کامنت های این ویدیو برام بنویسید که من ویدیوشو درست کنم. دورتون بگردم، ماچ به کلتون، اشکای دل منید. فعلا
The safe zone is collapsing. Two teams left. Getting close.